سلام دوستای خوبم. امروز میخوایم با هم دیگه این باسلاق گردویی رو درست کنیم. مواد لازم برای تهیه این باسلاق گردویی: 1 پیمانه آرد، 2 پیمانه شیره انگور، 1 پیمانه آب، 2 قاشق چایخوری هل سابیده و 300 گرم گردو. دوستای خوبم، من 2 پیمانه شیره رو با 1 پیمانه آب مخلوط کردم. میذارم روی گاز تا جوش بیاد. آردم رو هم داخل تابه میریزم و اجازه میدم تا کمی بو داده بشه. البته نیاز نیست قهوه‌ای طور بشه، همین که بوی خامیش گرفته بشه کفایت میکنه. همینطور که میبینید آب و شیره جوش اومده. حالا پودر هل رو بهش اضافه میکنم و 5 دقیقه اجازه میدم تا عطر هل خارج بشه. بعد زیرش رو خاموش میکنم و میذارم سرد بشه. آردم رو هم از روی گاز برداشتم. کمی که خنک شد شیرم رو بهش اضافه میکنم و آروم آروم هم میزنم. حالا مجدد روی گاز میذارم تا آب اضافی اون خشک بشه و با پشت قاشق گلوله های آردم رو صاف میکنم. دیگه آب مواد من خیلی کم شده، دیگه مواد داره به ته ظرف میچسبه و قاشق به راحتی داخل مواد نمیچرخه. زیرش رو خاموش میکنم. بعد از سرد شدن داخل ظرف مورد نظرم منتقل میکنم. ظرفم رو آردپاشی کردم. البته شما میتونید با همون آرد بودادتون این کار رو انجام بدید. با قاشق مواد رو داخل ظرف میریزم و روی هر کدوم یه دونه گردو قرار میدم. در انتها هم روی گردوهامو یه مقدار مواد میریزم تا بعد از خشک شدن از اون جدا نشه. میتونید شما مواد رو به صورت ریلی بریزید و گردو روش بچینید و بعد با نایلون رول کنید. تمام مواد رو قاشقی ریختم، گردو گذاشتم و روی گردوها رو هم یه مقداری مواد گذاشتم. 1-2 روز که توی دمای محیط موند باسلاقاتون رو بچرخونید تا زیر کارتون هم خشک بشه. بعد از اون در یخچال نگهداری کنید و استفاده کنید. نوش جان.